سلام بچه، حالتون چطور؟ امیدوارم هر جا که هستید عالی باشید. علیم و با یک ویدیو حل تمرین دیگه با شما. خب بچه ها، امروز اومدیم سراغ یک تمرین دیگه. این تمرین 72 کانال تلگرامی مونه که اگر توش عضو نیستید لینکشو میذارم عضو بشید و اگر هم عضوید که هیچی. ببینیم تمرین چی میگه. تمرین میگه که تمرین ساخت یک بازیه. گفته بازی سنگ کاغذ قیچی رو بسازید. بازی باید به شکلی باشه که اولا که بین شما و سیستم اتفاق بیفته و دوم که در ابتدا هر دو صفر امتیاز دارید و البته جلوتر گفتم وقتی به امتیاز 5 برسید بازی تمام میشه. و گفته که برنامه رو با طوری بنویسیم که گزینه مد نظر شما یعنی سنگ کاغذ یا قیچی رو بگیره از شما و برای کامپیوتر هم به طور رندوم یکی رو انتخاب کنه و با گزینه شما مقایسه کنه دیگه. و مثلا اگه مال شما سنگ بود اون قیچی بود به شما مثلا 1 امتیاز بده و گفته در نهایت برنده کسیه که به امتیاز 50 برسه. خب شروع کنیم به نوشتن برنامه. خب ما اول بذارید یک مثلا لیست انتخاب ها، مثلا چون سیستم باید سنگ یا کاغذ یا قیچی رو انتخاب کنه، پس یه لیستی باید بهش بدیم که بتونه از توش چیزی انتخاب کنه. البته میتونیم تاپل هم بدیم، فرقی نداره. مثلا بگم لیست آف choices یعنی لیست انتخاب ها. یه لیستی بهش میدم مثلا سنگ کاغذ قیچی دیگه راک میشه سنگ، کاغذ میشه پیپر و قیچی هم که میشه سیزرز SCISSORS. سنگ کاغذ قیچی. حالا اول بازی شما امتیازتون صفره و رقیب به سیستم هم باشه صفره، پس میگیم که your score امتیاز شما مساوی با صفر و سیستم score امتیاز سیستم هم مساوی صفر. خب همینجا یه چیزی بگم، اینو میتونیم کوتاه‌تر کنیم. اینجا اینو سیستم اسکور رو انتخاب میکنم، کنترل ایکس میزنم، این خط دو کلا پاک میکنم، یه کاما میذارم، یه فاصله، یه کنترل پی و اینجا هر دوتا رو توی یک خط صرف میکنم و به یکی از قابلیت‌های پایتون اگه بهت میتونم توی زبان دیگه باشه. بسیار خوب، یه حلقه میسازیم و یه حلقه وایل میسازیم که برنامه کلا هرچی که هست شروع بشه، فقط یعنی حلقه هرچی که هست شروع بشه و چون ترو داشتیم دیگه هیچ امکانی وجود نداره که این حلقه ما شروع نشه. مثلا اگه فور ممکنه بود بالاخره یه جایی تمام بشه. خب یه حلقه وایل ترو میسازم. خب میگیم که انتخاب شما اول باید یه انتخابی از شما بگیره. your choice یعنی انتخاب شما مساوی با اینپوت enter your choice و توی پرانتز کاربر راهنما میگیریم، میگیم یا آر بزن یعنی راک یعنی سنگ کاغذ، یا پی بزن یعنی پیپر یعنی کاغذ، یا اس بزن یعنی سیزرز قیچی. خب توی دو نقطه یه فاصله میریم خط بعدی. حالا باید سیستم هم یه انتخابی کنیم. خب ما اینجا به ماژول رندوم نیاز داریم بچه‌ها. رندوم یکی از ماژول‌های داخلی خود پایتونه که اتفاقا خیلی پرکاربرد هم هست. اگر باش کار کردید که چی، اگر کار نکردید دوست دارید دربارش یاد بگیرید بگید که یک ویدیویی مجزا و جداگانه دربارش بسازم. میگیم که از رندوم ایمپورت کن متد چویس رو. خب یه فاصله بدم، یکی دیگه فاصله بدم. خب میگم که سیستم چویس، سیستم چویس، حالا دو اسم شک داشتم، سیستم چویس یعنی انتخاب سیستم مساویه با چویس، اون چویسی که از اینجا آوردیم چی رو انتخاب کنه؟ از لیست آف پیپرز، لیست آف چویسز، ببخشید نه لیست آف پیپرز اشتباه گفتم، از این لیست یکی رو انتخاب کنه. حالا انتخاب شما یا سنگ یا کاغذ یا قیچی و انتخاب رقیبم خب یکی از این هست. خب من میگم چرا؟ اگر انتخاب شما چند تا شرط داریم و شرط تو در تو هم داریم. میگه اگر انتخاب شما
مساوی بود با آر یعنی سنگ بود داخلش. حالا اگر انتخاب سیستم مساوی بود با کاغذ، الان براتون یه سری چیزا رو باید توضیح بدم. پس کاغذ خب سنگ رو میبره، پس سیستم اسکور به علاوه مساوی با 1 بشه. if اگر اگر سیستم چویس مساوی بود با قیچی سیزرز قیچی، پس شما یه امتیاز میگیرید دیگه، چون سنگ قیچی رو میزنه دیگه. پس your score به علاوه مساوی میشه با 1 و میره بعدی. دوباره از این شرط خارج میشه، میریم تو شرط بعدی. میگیم if your choice سی داره your choice مساوی بود با P. بچه من یه چیز اینجا توضیح بدم تا یادم نرفته، توی آیا کامنت کنم با این کاری ندارم. توی اینجا شاید براتون سوال باشه، خب میگید خب مثلا من سنگ آوردم، اون کاغذ آورد پیپر، برای حال سیستم یه امتیاز میگیره هیچی. اون قیچی رو آورد من یک امتیاز میگیرم. اگه اونم سنگ آورد چی؟ خب به بازی سنگ کاغذ چی؟ اگه 2 نفر یه چیز بیارن یعنی هر دو قیچی، هر دو سنگ، هر دو کاغذ، اونجا هیچ کسیش امتیازی نمیگیره دیگه. خب ما هم اینجا هیچی ننوشتیم یعنی رد کن. میتونستم یه else بذارم اینجوری، مثلا بگم else پس یا else continue. خب میتونستم همین کارو کنم ولی اصلا هیچ نیازی نیست، سیستم همین کار میکنه دیگه. چون انتخابی که این ماژول این متد چویس داره یکی از این هست، یا سنگه یا کاغذه، یا سنگه یا کاغذه یا قیچیه. اگر کاغذ بود خب گفتیم چیکار کنه، اگر هم قیچی بود بازم گفتیم. در غیر این صورت سنگه خب هیچ دیگه ردش میکنه، اصلا کار نه. خب یعنی لازم نیست که حتما یا مثلا میتونیم اینجا بنویسیم که بگیم if system choice مساوی بود با rock، بیاد برای من مثلا پس بذار، یا بیا 3 نقطه بذار، یا بیا کانتینیو بذار. همه اینا میشه، اما با هیچ کدامش مثلا لازم نیست هیچ کدام هرز ندید، خودش رد میکنه. خب حالا میگم اگر انتخاب شما پی بود یعنی پیپر یا کاغذ بود، حالا اگر انتخاب سیستم چویس مساوی با سنگ، خب کاغذ سنگ رو میزنه دیگه، پس your score به علاوه مساوی میشه 1. حالا if دوباره سیستم چویس مساوی بود با قیچی، بیا چیکار کن، بیا به سیستم یک امتیاز بده، یعنی سیستم اسکور رو به علاوه مساوی کن با 1. دوباره همون قضیه برقراره، میتونیم else بزنیم ولی لازم نیست. و if اگر در حالت دیگه اگر انتخاب شما مساوی بود با S یعنی سیزرز یعنی قیچی، و حالا اگر انتخاب سیستم چویس دوباره مساوی بود با سنگ راک، خب کاغذ، خب سنگ قیچی رو میبره، پس سیستم اسکور باید به علاوه مساوی بشه با 1. حالا و if سیستم چویس مساوی، اگر حالا حالت دیگه اگر انتخاب سیستم کاغذ بود، پیپر یا کاغذ بود، بیا your score رو به علاوه مساوی کن با 1. خب حالا میخوایم برای اینکه ببینیم هر بار ببینیم ما چه امتیاز داریم، نمیخوایم طوری باشه که وقتی یکی رسید امتیاز 5 یه دفعه برنامه کرده چه، میخوایم امتیازها رو هر بار ببینیم. میایم پرینت میکنیم. میخوام یه روش غیر حرفه‌ای تر استفاده کنم، بعدش از این روش حرفه‌ای تره این 2 تا پرینت میخوام بنویسم، یه بار به روش ساده یه بار به روش حرفه‌ای تر پرینت کنم. your choice میخوام بهت بگه تو چه انتخابی داشتی و سیستم چه انتخابی داشته.
بگه که انتخاب شما این your choice، یعنی انتخاب بوتی که اینجا داریم جا، و سیستم choice هم چیه؟ شما بگید اینه دیگه، این سیستم choice. بگه که این سیستم choice. خب حالا و پرینت کنم your، دوباره بذار امتیازها رو با رشته نشون بدیم. مثلا your score 2 نقطه کاما فاصله your score، چرا همش چویس میاره اینم، بره بعدی و your و سیستم score 2 نقطه کاما فاصله سیستم score. حالا به یه شرط نهایی، اگر your score یعنی امتیاز شما مساوی بود با 5 یا or system score مساوی شد با 5، یه بریک کنه، یعنی کل حلقه رو بشکنه. خب برنامه رو بذارید اول اجرا کنم بچه‌ها. خب میگه که انتخابتو بگو. RPS میگم R یعنی سنگ. چی میگه؟ میگه که your choice آره و سیستم choice و جای کم فاصله خودت بذار اینو درست کنم. مثلا ما میتونیم که 1 2 3 4 5 تا دش بذاریم یا هایفن 5 تا. خب برنامه رو از اول اجرا کنم. مثلا من میگم R. خب میگه انتخاب شما R یا راگ بوده یا سنگ بوده و انتخاب سیستم قیچی بوده. خب سنگ قیچی رو میزنه، پس امتیاز من شد 1. حالا میگه دوباره بگو. میگم P. مثلا یعنی سنگ میخوام یکی RPS همجوری برم. میگم P. خب میگه انتخاب شما P یا پیپر یا کاغذ بوده و انتخاب سیستم راک یا سنگ بوده. خب کاغذ سنگ رو میزنه دیگه، پس 2-0 به نفع منه. میگم S. میگه انتخاب شما S یا سیزر قیچی بوده و انتخاب سیستم پیپر یا کاغذ بوده، پس 3-0. دوباره میگم R. انتخاب من R یا سنگ بوده و انتخاب سیستم قیچی بوده. خب سنگ قیچی رو میزنه، داره بازا. میگم P. خب 4-1 شد، سیستم یکی زد و الان من P کاغذ رو زدم و سیستم قیچی رو زد. خب درسته 4-1. میگم S قیچی و 5-1. من انتخاب شما میگه سیزرز قیچی بوده و انتخاب سیستم پیپر یا کاغذ بوده، پس خب آره دیگه قیچی کاغذ رو میبره، پس 5-1 بردم. برنامه رو دوباره اجرا میکنم. میخوام یه چیز رو بگم، اینکه اگر ما یه چیز الکی بزنم شما مثلا میگم یه عددی، هیچی تأثیری نداره. ببینید هیچ تأثیری نداره. یه نکته بگم بچه، اینجا توی این شرط ایف اصلی که داشتیم که این الیف ها زیر مجموعش هستن، من میتونستم اینجا مثلا یه الز بذارم مثل همون جوالایی که گفتم کانتینیو، یه کانتینیو حالا اینجا بذارم، هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی باز همین قضیه بود که الان میبینیم. چون من بهش گفتم اگر من آر زدم یه کاری کن، اگر پی زدم یه کاری کن و اگرم اس زدم یه کاری کن. در غیر این صورت اصلا هیچی برای سیستم مهم نیست که من چی زدم، برای برنامه اصلا مهم نیستش. به خاطر همینه که من هرچی الکی چیزی وارد کنم غیر از آر و پی و اس هیچ اتفاقی نمیافته. و این هم بگم تا یادم نرفته، این روش غیر حرفی تر بود. روش حرفی تر روش اف استرینگ. من اینجا یه اف میذارم، میگم your choice، اینجا هم یه کوتیشن آخر میذارم. خب بیا از اینجا شروع کنم your choice، این کوتیشن رو برمیدارم، اینو برمیدارم، یه 2 نقطه جای یه دونه آکولات باز میکنم، جای آکولات میبندم، این کوتیشن دابل کوتیشن رو پاک میکنم، سیستم چویس 2 نقطه، اینو پاک کنم، اینو پاک میکنم، یا آکولات باز میکنم، جا یا آکولاتم میبندم. اینجا هم همین کار میکنم، یه اف میذارم، your score جا اینو میذارم، جا دو دابل کوتیشن رو پاک میکنم، your score
میبندم جا. بالا این کامه رو پاک کنم، دابل کوتیشن رو پاک میکنم، سیستم اسکور 2 نقطه اونم پاک کنم جا. آکولاد بسته و دابل کوتیشن برنامه رو اجرا کنم. میگه که انتخاب شما، میگم آر. خب میگه انتخاب شما آر بوده، یعنی راک بوده، سنگ بوده و انتخاب سیستم پیپر کاغذ بوده. خب کاغذ سنگ میزنه، پس یکیش به نفع سیستم. و میبینید که الان خواستم این رو نشون بدم. این قسمت دقیقا همون شکل قبلی داره با روش اف استرینگ. اگر روش اف استرینگ رو بلدید که هیچ، اگر بلد نیستید بگید که تا یک ویدیو جدا کنه دربارش بسازم. خب نکته دیگه به ذهنم نمیرسه. اگر سوالی داشتید یا اگر جای متوجه نشدید بگید که دوباره براتون توضیحش میدم، یا توی یک ویدیوی دیگه یا توی کامنت ها جوابتون رو میدم. ضمناً توی کانال تلگراممون هم اگه خواستید عضو بشید، اونجا تقریبا هر روز تمرین برنامه‌نویسی میذارم. اکبر تمرین هم یه جوری هم که برای اکثر زبان ها جواب میدن، اما به هر حال تخصصی ما تمرکز بیشتر روی پایتون هست. و دمتون گرم و امیدوارم حالتون همیشه عالی باشه و خدا نگهدار.